با سلام، دکتر پانتا تاجیک هستم، فوق تخصص گوارش، کبد، تغذیه و رشد و متخصص کودکان. مبحث امروزمون در مورد پیشگیری از بیماری‌های کبدی هستش. پیشگیری از بیماری‌های کبدی باید حواسمون باشه که اولین کاری که باید انجام بدیم آزمایشات کبدی و معاینه کبد توسط پزشک هستش. همیشه باید شکم توسط پزشک معاینه بشه، اندازه کبد و طحال و ارگان‌های مختلف داخل شکمی در معاینه بررسی بشه. برای پیشگیری حتما بهتره سالی یک بار حداقل ما آنزیم‌های کبدیمون رو چک کنیم. وقتی آنزیم کبدی افزایش پیدا میکنه هپاتیت گفته میشه که این هپاتیت شایع‌ترین علتش ویروس‌ها هستند. چطور میتونیم از این ویروس‌ها پیشگیری کنیم؟ مثلا برای پیشگیری از هپاتیت آ که خودش از طریق آب و غذای آلوده منتقل میشه، بهترین راه معمولا شستن دست‌ها هستش. برای پیشگیری از هپاتیت بی که از طریق سوزن‌های آلوده، تزریق‌های خون و از طریق جنسی انتقال پیدا میکنه، بهترین کار اینه که ما از سرنگ‌های آلوده استفاده نکنیم. برای معتادا معمولا از سرنگ‌های یک بار مصرف معمولا بهشون داده میشه و توصیه میشه و برای تماس‌های جنسی معمولا از روش‌های سیف بهتره استفاده بشه. برای پیشگیری از هپاتیت سی معمولا از طریق جنسی و از طریق انتقال خون معمولا انتقال پیدا میکنه که اونم همونطور که در هپاتیت بی گفتیم بهترین راه معمولا اینه که از روش‌های انتقال خون که سیف هستش استفاده بشه، تزریقاتمون سیف باشه و تماس‌های جنسی سیفی رو داشته باشیم و بهتره که از یک پارتنر باشه و مولتی پارتنر نباشه. حواسمون باشه که همه اینها ویروس هستن. ویروس ها از طریق آب، غذای آلوده، از طریق تماس‌های جنسی و پوستی انتقال پیدا می‌کنند. پس بهترین راه این که جلوگیری کنیم به یک بیماری کبدی دچار نشیم پیشگیری هستش. خیلی از بیماری ها مثل هپاتیت بی واکسن داره. واکسن ها از بدو تولد تزریق میشن. هپاتیت آ در کشور ما برای افرادی که مشکل کبدی دارن و یا میخوان سفری داشته باشن به مناطقی که هپاتیت آ شایع هستش، معمولا واکسن هپاتیت آ هم تزریق میشه. بهترین کاری که پس میتونیم پیشگیری کنیم تزریق این واکسن هایی هستش که ما در کشورمون داریم و اینکه بهداشت رو رعایت کنیم، چه بهداشت فردی رو رعایت کنیم، چه بهداشت رو در جایی که میریم در اون منطقه معمولا اگر آشغالی وجود داره، اگر آب آلوده‌ای وجود داره از اونها استفاده نکنیم، از غذاهایی که اطمینان نداریم استفاده نکنیم. همه اینها راه‌های انتقال ویروس‌ها هستن که باعث درگیری کبد میشن و باعث هپاتیت